به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم بینندگان گرامی. یکایک شمایان را به برنامه پارچه های از حیات بزرگان خوش آمدید میگوییم. بیایید امروز همراه به زیارت یکی از بزرگان اندلس با هم برویم و پارچه از حیات این بزرگوار با هم مشاهده کنیم. بیایید همراه به حیات این بزرگوار وارد شویم. این بزرگوار ما و شما که یکی از مفسرین و محدثان بزرگ اندلس بودند، بقی ابن مخلد، که روزی از روزها برای دانش آموزی و طلب علم به سوی عراق سفر میکنند. به یکی از مسجدهای عراق می‌درآیند، می‌بینند که یک حلقه بزرگ علمی است و به نزد آن دانشمند بزرگ می‌روند و می‌نشینند و با اجازت یک چند سوال‌های می‌دهند و یکی از سوال‌هایی که آن دانشمند بزرگ را می‌پرسند این بود که نظر شما به امام احمد ابن حنبل چیست؟ این دانشمند بزرگ به حیرت می آید و می گوید آخر من که هستم و در حق امام احمد ابن حنبل سخن گفتن کیست؟ دیگر بقی خانه احمد ابن حنبل را جستجو می کنند. از قفای کافتن خانه امام احمد ابن حنبل می شوند. خلاصه به در احمد ابن حنبل نزدیک می شوند، می گویند اینجا خانه احمد است و در خانه امام احمد ابن حنبل را میکوبند. امام میبرایند و به امام میگویند ای امام، من برای طلب علم و دانش آموزی و از شما حدیث شنویدن آمدم و از یک جای آمدم که خیلی دور است. امام میگویند تو از افریقا آمدی؟ بقی میگویند از افریقا هم دورتر. آنجایی که من هستم بین من و افریقا یک بحر است. اگر من بحر را عبور کنم به افریقا می آیم. احمد ابن حنبل در تعجب میشند. یعنی در نظر امام افریقا یکی از دورترین کشورها بود. یعنی کشوری که تو از آنجا هستی از افریقا هم دور باشد و بین افریقا و تو یک بحر باشد، خیلی دور، از جای دور آمده میگویند. خلاصه بقی میگوید من به نزد شما تا اینکه از شما حدیث آموزم و طلب علم کنم برای دانش آموزی آمدم. احمد ابن حنبل میگویند شاید تو شنویده باشی که مرا از آموزاندن علم و تدریس منع کردند. بقی میگوید بله شنیدم که شما را منع کردند. در همان حالت بود که امام احمد ابن حنبل در تاریخ معلوم است که فتنه بود، سال فتنه بود و امام احمد ابن حنبل را از تعلیم و تدریس منع کرده بودند. بقی میگوید بله من شنیدم که شما را منع کردند، ولی من در ذهنم یک فکر است، اگر خواهید آن را پیشنهاد کنم. ببینید بقی چی میگویند؟ میگویند اگر شما راضی باشید، من در اینجا غریب هستم، کسی مرا نمیشناسد و من هر روز با لباس کهنه در سرم یک سله کهنه را میپیچانم و از نزد خانه شما میگذرم و همچون تلبنده، همچون گدا چیکار میکنم؟ طلب یاردم میکنم و شما در رو میکشایید، گویا مرا همچون تلبنده قبول میکنید و من در همین لحظه یک یا دو حدیث از شما میشنوم و برگشته میروم. این همت بلند را ببینید که تا اینکه یک یا دو حدیث را تعلیم گیرند، یعنی خود را به کدام کارها و به چه حالتها راضی شدند که تا اینکه طلب علم کنند.
همت بقی ابن مخلد را ببینید برای دانش آموختن. آیا ما امروز تا اینکه خود یا فرزندانمان دانش آموزند چه کار کرده ایستاده ایم؟ همت ما و شما کجاست؟ امام راضی می شوند، می گویند من شرط دارم، شرط من این است که تو به دیگر جایها و نزد دیگر دانشمندان مرو تا اینکه تو شناخته نشوی. و خلاصه بقی راضی می شوند و هر روز از نزد در امام همچون طلبنده، همچون گدا در دست یک عصا را گرفته، یک جیلک کهنه را دربر کرده، سله های کهنه را به سرشان پیچانیده میگویند خیرات کنید، به یک محتاج خیرات کنید گویان از نزد در امام میگذرند و امام در همین لحظه به دهلیز خود میدرانند بقی را و چند حدیث میگویند که در آستینهایشان همون ورقهای و قلمهایشان بود گرفته می نویسند. با همین طرز بقی از این دانشمند بزرگ، این عالم ربانی امام احمد ابن حنبل طلب حدیث میکنند و حدیث میشنوند. یک چند حدیث ها را با همین طرز نوشته گرفته حفظ میکنند. روزها میگذرد و احمد ابن حنبل آن مصیبتی که بالای سرشان آمده بود، همان خلیفه و همان پادشاهی که ایشان را از درس دادن و از حدیث گفتن منع کرده بود از دنیا میگذرد و یک خلیفه دیگری می آید که حدیث و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بزرگ داشته. امام احمد ابن حنبل را در مسجد یک حلقه بزرگ اجازت می دهد تا اینکه درس گویند و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را تعلیم دهند برای مردم و از تمام گوشه و کنارهای دنیا تا اینکه از امام احمد ابن حنبل تعلیم گیرند و حدیث آموزند شاگردان جمع می شوند، از خراسان و از شام و از دیگر جایها می بیایند در حلقه احمد ابن حنبل اشتراک می کنند. بقی می گوید یک روز بود که کمی دیرتر به حلقه امام آمدم و دیگر علاقه مجلس شاگردان زیاد جمع شده بودند و برای من جایی نماند و امام میبینند که بقی آمده ایستاده است، میگویند برای او راه گشایید و او را نزد من بیارید. بقی را میبیارند و این امام بزرگوار احمد ابن حنبل در بر خود میشینانند و میگویند چی که خواهی بپرس. و امام میگویند همین بقی سزاوار نام دانشجویی و طالب علم است. همین بقی بود که روزهای وزنینی نزد من با هر راه و با هر وسیله آمده طلب حدیث میکرد. بقی میگویند از امام میپرسیدم حتی نفرانی بودند که از مجلس میگفتند آب برای ما هم اجازت ده که ما هم سوال کنیم. خلاصه یک روز بقی بیمار میشوند، میگویند من در مهمانخانه بودم و بیمار بودم و به مجلس امام حاضر شده نتوانستم. امام میبینند که تمام شاگردان، همه شاگردان هستند و بقی نیستند. میپرسند که بقی کجا شد؟ میگویند بقی بیمار است. تصور کنید این امام بزرگوار بعد از مجلس علم میخیزند و با تمام شاگردان به زیارت بقی میروند و صاحب مهمانخانه میگوید بقی تو چگونه انسان هستی که دانشمند بزرگ امام اهل سنت احمد ابن حنبل با تمام شاگردانش به زیارت تو آمده ایستاده است و مهمانخانه پر از زیارت کنندگان و پر از شاگردان امام می درآیند و به سر بقی می نشینند، در حقش دعا می کنند، می گویند چنانه که در ایام صحتیت و سلامتیت شکرگزار بودی و در ایام بیماریت هم همچنان شکرگزار باش.
بقی میگوید وقتی امام از زیارت من رفتند تمامی دیگر شاگردان و صاحب مهمان خانه و همه در خدمت من بودند. میگوید اگر من در خانه در نزد اهلم می بودم چنان خدمت ها را نمی دیدم و چنان خدمت کردند که یکی طعام می آورد و دیگر بالشت ها می آورد و بالشت پد می آورد و دیگر فرش می آورد و خلاصه همه در خدمت من بودند. این بود قصه یکی از پارچه از قصه یکی از بزرگواران ما و شما. خداوند از همه آنها راضی و خوشنود باشد و این بزرگوار بعد این مشقت و بعد این راه‌هایی که برای طلب علم صرف کردند یکی از دانشمندان بزرگ اندلس گشتند و ابن حزم یکی از دانشمندان اندلس میگوید که علمی که بقی به اندلس وارد کرد کسی وارد نکرده است و کتاب تفسیر و مسند حدیثی که بقی تألیف کرده است در تاریخ اسلام چنین کتاب تألیف نشده است. میگویند ابن حزم و خداوند کند که ما و شما و فرزندان ما و شما را همت عالی مثل این بزرگواران داده باشد. و این چند لحظه ها بود پارچه از حیات بزرگواران ما و شما. از خداوند امیدوار هستیم که خداوند همت ما و شما را اینچنین عالی گرداند و اهل علم را و طالب علمان را در بین ما و شما صف آنها را زیاده گرداند و همت ما و شما را در راه طلب علم زیاده گرداند. تا نواره‌های آینده خداوند یار و مددگارتان باشد.